اختطاف آریانا سعید توسط افغان‌ها در زیلاند جدید. اما چرا؟ وضعیت فعلی آریانا سعید چگونه می باشد؟ آریانا سعید اکنون در کجاست؟ وضعیت و گریه‌های جانسوز اسید برای نامزدش آریانا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های مشهور و محبوب در میان هنرمندان افغانستان بوده است. آریانا سعید شهرت و محبوبیت خاص هنری در میان مردم افغانستان داشته است. آریانا کارهای هنریش را بیشتر از 15 سال می شود به طور مسلکی برای دوستداران و طرفداران صدایش ادامه می دهد. آهنگهای آریانا سعید چنان در دلهای مردم افغان چنگ می زند و بازدید میلیونی را از طریق صفحات مجازی از آن خود می کند. آریانا سعید طرفدارانش از مرزهای افغانستان عبور کرده است. وی 2 روز قبل در زیلاند جدید کنسرت بزرگ را برگزار کرد. آریانا سعید در این کنسرت لباسهایی که اصلا مناسب شخصیت یک هنرمند و یک افغان باشد بر تن کرده بود. آریانا سعید بعد از ختم این کنسرت توسط گروهی از افغانها مورد توق قرار می‌گیرد، ولی آریانا سعید از این حادثه خطرناک جان سالم به در میبرد و اکنون در حالت خوبی است و در کشور استرالیا زندگی می کند. آریانا سعید قرار است از استرالیا دوباره به ترکیه بیاید و در آنجا در زندگی و کارهای روزمره‌اش مانند قبل ادامه بدهد. من خوشحالم که آریانا سعید اکنون دارای صحت کامل است و حسیب از صحت آریانا سعید در صفحات مجازی تایید کرده است. دوستان عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر، بدرود.